با سلام‌های گرم و درودهای صمیمانه 45مین شماره مجله شنیداری رادیو پیک رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و امیدواریم که سرحال و سرفراز و سرزنده و سرشار باشید. امروز 21 آبان، زادروز پیرمرد سپیدموی مازندرانی، چهره شریف ادبیات معاصر ایران، نیما یوشیجه. همون که شعر نو رو بنیان گذاشت و به قول جلال آل احمد پیرمرد چشم ما بود. نیما در تولد 1 سالگی پسرش برای اون نوشت: پسرم، 1 بهار، 1 تابستان، 1 پاییز و 1 زمستان رو دیدی. زین پس همه چیز تکراری است جز محبت و مهربانی. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خواب آلود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار. این هفته تو فجازی هر طرفی چرخیدیم دیدیم دارن راجع به آشغال و زباله و اینا حرف میزنن. اولش فکر کردیم بحث محیط زیستی و این حرفاست، ولی یکم که بیشتر چرخیدیم فهمیدیم نه بابا، در شکاف عمق استراتژیک نظام اخلاق این طرفیا به اون طرفیا میگن آشغال، اونوریا هم به این وریا میگن زباله. خودتی و آره. ماجرا از این قراره که ملاوردی گفته لطفاً تو مسیر 40 که دارین تشریف میبرین آشغالاتون رو زمین نریزین. بعد پشتبندش یکی از این روزنامه نگارای دلواپس گفته آشغال خودتی، مراقب حرف زدنت باش وگرنه میدم برادرها بازیافتت کنن ها. والا وضعیت طوری شده که دیگه آدم جرئت نمیکنه به این دلواپسا حتی یک توصیه بهداشتی معمولی هم بکنه. لطفاً قبل از خواب مسواک بزنید. مسواک؟ من مسواک بزنم؟ مسواکو بده اون فلان شده های صهیونیستی بزنن، ما ذلت نمیپذیریم. جاده لغزنده است، لطفاً با احتیاط برانید. چی؟ احتیاط؟ به من میگی معتاد؟ معتاد اون رهبر فتنه‌گر اتونه که تو خماری رژیم چنج مونده. برو عملی لولباز. خوردن بادمجان موجب تقویت حافظه می شود. چه؟ نشنیدم. بادمجون خالی گفتی؟ مرتی که اگه نمیدونی حضرت شیخ الاسلام بالا مقام بادمجون قدس سر رو اولین رویدنی بود که به ولایت اقرار کرد، اون وقت تو بادمجون خالی میگی؟ بزنم بادمجان اولین عشق بلایی منی، بادمجان تو بسیجی و سپاهی منی، بادمجان میوه مشکی جالیز ولی، بادمجان اقتدا کردی تو به سید علی، یادگاری ز امام خفنی، بادمجان تو کلید دولت شیخ حسنی، بادمجان تو سیح پوش عراق و یمنی، بادمجان نور بابای ولایت تو همان شام منی. نمیدونم خبر دارین یا نه که تو بالیوود سینمای هند یه فیلم جدید ساختن با حضور سلمان خان که درباره داعشه و ماجراش اینطوریه که 25 تا پرستار اسیر داعشیای عراق شدن و سلمان خان و بقیه برای بچه‌های جلوه ویژه خفن میرن و آزادشون میکنن. بعد از اینکه ماجرا مثل همیشه با عروسی تموم میشه یهو دستشون میخوره، داعش هم نابود میکنن. این فیلم رو احتمالاً عده زیادی از شماها ندیده باشین، واسه همین بخشی از دوبله فارسی اون رو در رادیو پیک تهیه کردیم که به سمع شما شنوندگان عزیز بالیوود دوست میرسه. راجو کومار، این راهی که تو انتخاب کردی راه سختی حتی ممکنه کشته بشی. داداش تو خودت هم خوب میدونی که من چقدر ولایت مداره و برای حفظ ارزش‌های نظام باید برم و از حرم دفاع کنم. اما راجو تو خیلی جوونی و هنوز کلی آرزو داری. داعشی ها گیرت میارن و پدرت رو در میاره. نه تو اشتباه میکنی داداش. جواد ظریف قول داده که با مذاکرات فرامنطقه‌ای جنگ را پایان بده. راجو جواد ظریف که مال ایرانه، چه ربطی به هندوستان داره حاجی؟ چرا دیالوگت رو سیاسی میکنی آخه؟ این چه ربطی به فیلم نامه داشته؟ راست میگی جواد ظریف اصلا قرار نبود تو فیلم باشه. کات آقا کات،
آیه سلمان خان سیاسیش نکن داداش، دیالوگ خودتو بگو. آهه جیمی جیمی آجا 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 جیمی جیمی آجا 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 रे मेरे साथ ये जागे जागे रात पुकारे तुझे सुना दे वही धुन जिमी जिमी आजा 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 जिमी जिमी. شیخ حسن روحانی دستور داده که تا پایان امسال هر چی بازنشسته مشغول به کار هست باید تعطیل کنه و بره منزل بقیه عمرش رو با عهد و عیال سر کنه و دست از مملکت و میز و صندلی برداره. در اولین قدم وزیر نفت شیخ فری 5 تا از مشاورای پیرپاتال خودش رو فرستاد منزل که دیگه واقعاً بازنشسته بشن. البته من که خودم به شخص معتقدم این طرح هم مثل بقیه طرح‌ها زپرتش در خواهد رفت و فلفور ماسمالی میشه، چون اگه قرار باشه این آخوندهای فسیل مثبت 60-70 سال ترک شغل کنن که دیگه کی سر سفره انقلاب بمونه. پس یه مش پیر خرفت که تو شورای نگهبانن، اینا رو اگه بفرستن منزل جاشون باید با امیر تتلو و وحید خزایی و یامین پور بیارن که قصه خیلی خیته دیگه. وزیر مزیرا هم که نصفشون از رفقای بازمانده از عصر تیرکمونن، اونا هم برن منزل لابد میخوان به جاشون آزاد نامداری و سعید طوسی و پسر ژنخوب عارف و وزیر کنن که اونم خب خیلی ناله است. میمونه فرمانده های سپاه و صاحبای حوزه علمیه که اگه اونا رو هم بفرستن منزل لابد به جاشون الهام چرخنده و مهدی طارمی و سعید حدادیان رو میارن که اونم دیگه خب خیلی ضایع است. آقا اصلا بیخیال، هر رقم حساب میکنم جور در نمیاد. آقا تر کنسله، پیرپاتالای محترم برگردین برین پشت میزاتون بشینین، تر مالیده. راستی گفتین خود شیخ فرید چند سالشه؟ بعد مقام هیچ خدا نکنه یه روز پیر بشی ایده بری از زندگی سیر بشی ایده خدا نکنه یه روز پیر بشی ایده بری از زندگی سیر بشی ایده. وزارت کشور بحرین اعلام کرده انفجاری که در لوله نفتی اصلی این کشور در روز جمعه گذشته به وقوع پیوست به دلیل خرابکاری تروریستی حکومت ایران بوده. جلل خالق، این حرفا چی آخه؟ انفجاری تروریستی و حکومت ایران؟ آخه چطوری دلتون میاد با این تهمت‌های تروریستی که میزنین پروستات مقدس مقام عظما رو جریحه دار کنین آخه؟ نه آقا نگین اینطوری، این برچسبا به اخویان نمیخوره. برو تو کوچه خودتون بازی کن آخه عمو جون. حاجی صدامو میشنوی؟ من الان تو عمق 300 متری کف دریام، خیلی تاریکه، جان حاجی گرخیدم. تو عمق 300 متری چی کار میکنی آخه؟ والا حاجی یه لوله ماهی دیدم خیلی طولانی بود، گفتم ادامه بدم ببینم تا کجا میره، یهو دیدم رسیدم کف دریا. لوله ماهی؟ لوله ماهی دیگه چیه؟ والا یه ماهیه ولی شبیه لوله است، واسه همین گفتم اسمشو بذارم لوله ماهی، خیلی هم بزرگ و درازه. فکر کنم اشتباه میکنی ها، نکنه لوله نفتی چیزی باشه. نه بابا حاجی اختیار دارین، یعنی بعد این همه شنا دیگه فرق لوله نفت و لوله ماهی رو نمیدونم. رنگ پوستش خیلی شبیه ماهی هاست ولی خب چون تاریکه کلش رو نمیبینم. عقبی یه چراغ قوه چیزی بزن بینیم چیه خب؟ حاجی چراغ قوه همرام نیست اما فندک دارم همرام، اجازه بده فندک بزنم یکم روشن شه ببینم چیه. ماهی و من ماهی این برکه کاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. گراز نظام احمد خاتمی گفته که پولهای پادشاه عربستان باید حسابرسی بشه. بله آقا، بله که باید حسابرسی بشه. اصلا چه معنی داره که پادشاه عربستان همینجوری گونی گونی تریلی پول بیاد رو پولش بدون اینکه خمس و زکات و سهم امام و بقیه رفقا رو پرداخت کرده باشه؟ حالا صدقه هیچی، ولی این درست نیست که پول نارنگی بچهای حوزه علمیه رو نفرسته، که درست نیستش که. احمد خاتمی در ادامه افزود حاجی جیب من و تو نداره که، قرارمون این نبود که تو میلیارد دلاری به جیب بزنی اما من کلا یه آستان قدس فکستنی زیر دستم باشه. باشه مثل بچهای خوب برو حساب بانکی تو بیار بذار وسط ببینیم چی تاش به ما آخوندهای ایران میماسه.
همچنین آیت الله احمد خاتمی در ادامه افزودن که اون شرکت اپل هم که ثروتمندترین کمپانی دنیاست، اونم باید حسابرسی بشه، وگرنه اون دنیا شفاعت مرحوم استیو جابز مالیده است. نمیشه که سالی 2-3 میلیون تا گوشی آیفون بیاد تو مملکت اسلامی، اما دریغ از یه آیفون 10 ناقابل 256 گیگ که بره تو جیب عبای ما. نه آقا، اینطوری نمیشه. اپل هم باید حسابرسی بشه و هر چه زودتر باید نصف سهامش رو تقدیم آستان قدس و سازمان اوقاف کنه، وگرنه شفاعت بی شفاعت. دعای برای شادی روح مرحوم استیو جابز هم تعطیل تا اطلاع ثانوی. شب بود بیابون بود زمستون بود، بوران بود سرمایه فراوون. شب بود بیابون بود زمستون بود، بوران بود سرمایه فراوون. یارم در آغوش هراسان بود، از سردی افسرده و بیجان بود. اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی گفته توافقی صورت گرفته که تا پایان سال 96 دامنه حصر آرام آرام کم و یا برداشته شود. آی موجی ببخشید یه بار دیگه خبر رو میخونین؟ عرض کردم که رئیس کتابخانه ملی گفته توافقی در خصوص حصر صورت گرفته که ببخشید اما میشه یه بار دیگه بگین؟ رئیس کتابخانه ملی درباره حصر گفته چی؟ رئیس کتابخانه ملی درباره حصر گفته؟ کتابخانه ملی؟ حصر؟ چه ربطی داشت اینا به هم؟ رئیس سازمان هواشناسی اعلام کرد که در سال آینده 200 کتابخانه جدید در سراسر ایران تأسیس خواهد شد. همچنین فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از افزایش نرخ مواد مخدر سنتی ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر نایب رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد که دلیل اصلی افزایش طلاق ازدواج کردن است. مدیر عامل شرکت همراه اول نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است که به زودی درباره خطر انقراض جلبک‌های دریایی مقاله‌ای را منتشر خواهد نمود. معاون وزیر راه و ترابری از هم میهنان عزیز درخواست نمود که بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنند و همچنین وزیر علوم نیز از دانشجویان خواست که با دقت عاشق شوند، خیلی الکی عاشق نشوند. البته این آخریه جوک و لطیفه نبوده. وزیر علوم جدی به دانشجوها گفته الکی عاشق نشین. مملکت نیست که، دارالمجانین آخوندیه. حالا تو هر چی دلت میخواد بگو. نگفتمت هر آنچه گفتی و نوشته ایم کشک بود، نگفتمت نرو که رفتنت نتیجتن عشق بود، نگفتمت تو هم به گور جد خلق گشنه بخند، نگفتمت که حال کن طبیعتا میان این همه جسد بگن، که خر شو که کر شو که کور شو، دهان را ببند دهان را ببند دهان را ببند. ما که دیکتاتور ندیدیم، اما خب سخنگوی ثبت احوال کشور این هفته اعلام کرد که تغییر اسم به هیچ وجه امکان نداره مگر اینکه بخواین یه اسم مذهبی رو با یه اسم مذهبی دیگه تغییر بدین. بازم میگم ما دیکتاتور ندیدیم، اما خب اگه حالشو دارین پاشین شال و کلا کنین بریم یه سر به این ثبت احوال بزنیم ببینیم اینی که آقای سخنگو گفته یعنی چی دقیقاً. خب آقایون خانومایی که میخوان اسمشون رو عوض کنن بیا این طرف صف وایسن. خانم محترم موهاتو برو تو صف خانوما وایسا. خانم اینجا فقط آقایون وایسادن دیگه، خانوما برن تو صف خانوما. اصلا خانوما برن بعد از ظهر بیان. نه اصلا خانوما برن خونه اصلا نیان. آقا وایسین آقایون وایسن، صف رو رعایت کنین. نفر اول بیا جلو ببینم اسمت چی بود تو؟ گلابی. چی فوش میدی؟ گلابی هفت جد و آبادته. نخیر قربان، جسارت نکردم، فوشم ندادم، اسمم گلابیه. چقدر زایه است اسمت. حالا به چه اسمی میخوای تغییر بدی؟ کامبیز. با چه غلطا، کامبیز هم شد اسم آخه. بده من اون شناسنامه‌تو ببینم. بده اسمتو میذارم سیدعلی، به قیافتم میاد، به اسم سابقت هم میخوره. بعدی بیا جلوتر، شما اسمت چیه؟ آپاندیس. قیافه من شبیه دکتراست؟ نه. خب پس واسه چی مریضی تو به من میگی آخه؟ نه قربان، اسمم آپاندیسه، پدرم یونانی بوده. فدای مظلومیتت بشم من. چی کشیدی تو این 30 سال عمرت؟ خب حالا میخوای به چه اسمی تغییر بدی؟
قانقاریا. قانقاریا؟ از آپاندیس بکنی قانقاریا؟ خب فکر کنم تو کلا اشتباه اومدی اینجا. همون باید میرفتی پیش دکتر. بده من اون شناسنامه‌تو بده. خب حالا اسمتو میذارم برجام، فامیلیت هم میذارم هسته‌ای که روزا آپاندیست ات کنه، شبا قانقاریا بگیری. برو دیگه این طرفو نبینم تا نفر بعدی. Hush, hush, hush. You know I'm coming for you, tough, tough, tough. I need you out in a rush, rush, rush. You better take cover, this quiet storm. یادم یه بار یکی از هم اتاقیام یه گلدون با گلش خرید، آورد گذاشت رو تاقچه اتاقمون. خیلی لاکچری، خیلی قشنگ، جمع و جور، اصلا یه وضعی. ما 3 روز تمام بهش آب میدادیم و برگاشو تمیز میکردیم و خلاصه بهش رسیدگی میکردیم. روز سوم وقتی این رفیق اون از سر کار اومد، یه سینی با چاقو برداشت، گلدونم گذاشت وسطش و شروع کرد به قاچ کردن گلدون. اونجا بود که ما تازه فهمیدیم آناناس چیه. اینو بیشتر از این بابت گفتم که شما به هر گلدونی اعتماد نکنید. شب و روزگار خوش. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم، دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم، دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم.